أين الرجال؟ به نام الله، ستایش مر الله را. درود و سلام بر پیغمبر الله، عائله ایشان، صحابگان و تمام پیروانشان. شهادت می دهم که نیست معبود جز الله و محمد رسول اوست. و موضوع برنامه امروزه ما همراه با کلام بی پایان الله متعال قل یعنی بگو نام دارد. بگو او الله یگانه است. بگو فرمان به سخن کردن است، اما نه به گفتن هر چیزی، بلکه به دادن شهادت بر آنکه الله یگانه بوده همتای ندارد و این همان عقیده است. سپس بگو پناه می طلبم به پروردگار صبح از بدی مخلوقات او، از بدی تاریکی هنگامی که آید، از بدی جادوگری به گره ها دمنده، از بدی حسد برنده هنگامی که حسد برد. سپس بگو پناه می طلبم به پروردگار آدمان. همه این آیت هایی که با این کلمه بزرگ آغاز می یابند به کلمه ها معنای مهم و مخصوص می بخشند. الله متعال می فرماید هر آینه آنهایی که گفتند پروردگار ما الله است و سپس استوار بودند، گفتند پروردگار ما الله است و سپس استوار بودند، یعنی ایمان خود و توحید خود را اعلان نمودند و سپس از حقیقت مثل روباه گریزان نشدند. برعکس آنها در آن چیزی که اعلانش کردند استوار بودند. در گفتار و کردار استوار بودند قسم جدا نشونده دین و عقیده ماست. عروه از سفیان ابن عبدالله ثقفی روایت میکند که او به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته است ای رسول الله و من از اسلام کلمه را تعلیم ده که بعد از آن به کسی سوال ندهم. ایشان صلی الله علیه و سلم چنین جواب دادند بگو من به الله ایمان آوردم و سپس استوار باش. روایت مسلم. یعنی ما در چارچوبه سخنهایمان قرار میگیریم و سخنرانی خصوصیتی از همه روشن و خاص آدمان است که همچون مخلوق الله به آن صاحب هستند. انسان یگانه مخلوقی است که سخن میراند، میفهماند و فکرش را توسط کلام فهما اظهار مینماید، نوابسته از زبانی که با آن این کار را انجام میدهد. این خصوصیت او دارای اهمیت بزرگ میباشد، زیرا آن موضع آموزش، تفکر و ثبت میباشد. الله متعال میگوید همین که سخن گفت در نزدش نظارتچی آماده قرار گیرد. بار معاذ ابن جبل نزد نبی صلی الله علیه و سلم آمده گفت ای رسول الله آیا ما از سخنهای گفته‌مان پرسیده خواهیم شد؟ در روایت دیگر آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم نوگ زبانش را داشته گفتند ای معاذ انا این را نگاه دار. معاذ باشد پرسید ای رسول الله آیا ما از سخنان گفته‌مان پرسیده خواهیم شد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم به او جواب دادند مادرت تو را گم کند. آیا آدمان را رویهایشان را یا سرخی بینیشان را به زمین کشال کنند به دوزخ برند مگر با سبب آنچه که از دهانشان میبراید؟ ابو عیسی گفت که این حدیث حسن صحیح می باشد. همین طور سخن این یک چیز بسا مهم می باشد. از این رو ما باید سخنان خود را نظارت کرده بهترین و مناسب ترین کلمه ها را انتخاب نماییم و نیز از سخنان مبهم و نادرست خودداری کنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند کسی که به الله و روز آخرت ایمان دارد بگذار سخن نیک گوید یا سکوت ورزد. از الله میپرسیم که در این زمان ظلم و رویبزه ها یعنی حاکمان ناچیز، زمانی که گفتن سخن حق از هر زمان دیگر دیده نقش مهمتر میبازد، گفتن سخن حق را برایمان نصیب گرداند و شاید کسانی که سخن حق را میگویند همراه سید شهدا حمزه ابن عبدالمطلب شوند، چون آنها شخصی هستند که نزد حاکم ظالم ایستاده او را امر به معروف و نهی از منکر کرده و سپس از جانب او کشته شد. اینک سخن دارای اهمیت بزرگ میباشد. از این سبب باید خود را به دائما گفتن سخن حق و پیروی به آن و به خاطر الله از ملامت ملامتگر نترسیده گفتن سخن حق آماده کرد. به الله برای خود و شما استغفار میگویم. السلام علیکم. تماشابینان گرامی، اگر خواهید که نوارهای ما زود و بردوام برآیند پس زیر کردن تکمچه لایک را فراموش نکنید. البته در شبکه ما ابونه شوید و ویدیوهای ما را به دیگران برسانید، زیرا رساننده مثل عمل کننده صاحب مکافات میگردد.